آقای دایی عزیز، پرسش از اینجا آغاز میشه. انتخابات آزاد، شرکت همه احزاب گروه ها انتخابات آزاد مفهومش در ایران کنونی چی هست؟ این آزادی تا کجاست؟ شامل کی میشه؟ به نظر من به جای اینکه به سراغ بحث‌های تئوریک بریم یا بریم قانون اساسی رو تفسیر کنیم، کافی یک نگاهی به این 30 سال گذشته بکنیم. در واقع میتونیم الان به خصوص بعد از اتفاقاتی که 2 سال پیش در به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، الان دیگه میتونیم بگیم، بدون رو در بایستی باید بگیم، آن چیزی که در ایران بوده تو این 30 سال گذشته اینه که یک نفر مثل هارون الرشید داره خلافت میکنه، فکر میکنه در قرون وسطاست، داره خلافت میکنه، خودشو نماینده خدا میدونه، بعد یه عده رو تعیین میکنه تا بیان به مردم بگن به کیا رأی بدید. هر 2 سال یه بار، 4 سال یه بار یه عده رو میارن، مردم باید بین اینها انتخاب بکنن. تازه اگر بین اونهایی هم که اینها انتخاب کردن بیان و به یکی رأی بدن، رأیشون هم تازه میدوزن، اعتراض هم اگه بکنن اینها رو میبرن زندان، بهشون تجاوز میکنن، شکنجهشون میکنن و اعدامشون میکنن. این نمایش مسخره اسمش بوده انتخابات در جمهوری اسلامی. متاسفانه هیزم این تنور رو بیشتر اصلاح طلبا دوستان آقای خاتمی فراهم کردن تو این سالیان. این نمایش رو به نظر من اتفاقاتی که 2 سال پیش افتاد پایان این دوره بود. دیگه هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که میتونه از درون این جمهوری اسلامی، از درون این انتخابات هیچ ارمغان و ثمری برای مردم ایران به بار بیاره. آقای فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران در لندن هستند. سلام به شما. سلام بر شما و بینندگان عزیز و میهمان برنامه آقای دایی. نمایش مسخره و هیچ کس نمیتونه امید داشته باشه که از درون نظام وضعیت درستی به سود مردم به دست بیاد. نظارات آقای دایی، تفسیر شما رو درباره اون چیزی که آقای خاتمی گفت و امکان پذیریش برای انتخابات آزاد به مفهوم درستش در ارتباط با دموکراسی میشنم. نوبت به من دادید چون من اینجا هنوز تصویر رو ندارم و به دلیل مشکلات فنی که هست مقداری با تأخیر برنامه شروع شد. من به موقع بودم در اینجا. از من با اشکال ما بود، اشکال میپذیریم. شما همیشه وقتشناس هستیم، ما صدا و تصویر شما رو داریم. خیلی سرحال و سرزنده خوشحالیم از این بابت. بفرمایید. بله، ببینید در نگاه به سیاست من همیشه در طول زندگی سیاسی با 2 نوع رفتار یا 2 روانشناسی مواجه بودم. روانشناسی که سعی میکنه یأس رو در میان جامعه گسترش بده و راه حل‌های اصلاح طلبانه رو، امکان تغییر در رفتارهای سیاسی رو و در نظام سیاسی رو به طور کلی زیر سوال ببره و رفتارهایی که میخواد از همه ظرفیت‌های موجود تا اونجایی که امکان هست بهره‌گیری بکنه. این سخن که در 30 ساله اخیر در جمهوری اسلامی ایران بخشی از جامعه ما حذف شدند، سرکوب شدند، نادیده گرفته شدند و حقشون پایمال شده، سخنی است به سزا و برحق. اما اینکه تنها وسیله حاکمان در این دوره اتکای بر اسلحه و زور بوده و فاقد پایه اجتماعی بودند و رأی مردم در نگاهداری اونها در قدرت هیچ گونه تأثیری نداشته، با واقعیات عینی که ما در جامعه سراغ داریم البته سازگار نیست. اون چه که بعد از 22 خرداد 1388 اتفاق افتاده، یک نوع یأس مضاعف رو در جامعه ما دامن زده و به نظر من کسانی که راه امید رو میخوان برای جامعه باز نگاه دارند، تغییرات مسالمت آمیز رو میخوان هموار بکنند، اصلاح طلب هستند. قبل از هر چیز معنای اصلاح طلب بودنشون این هست که به اصلاح رفتار حاکمان بیاندیشند و راههایی رو پیشنهاد بکنند که به این تغییر در رفتار حاکمان منجر میشه. برخلاف آن گفته ای که از جانب آقای دایی مطرح شد و نگاه بدبینانه و یا تقابل آمیز با آقای خاتمی داشت، من پیشنهادات سگانه آقای خاتمی رو پیشنهادهایی چاره‌جویانه، مصلحت طلبانه و صلح‌اندیشانه دیدم و امیدوارم که با
تکیه بر آگاهی اقشار اجتماعی ما موفق بشیم در دور آتی دست کسانی رو که میخواهند فقط با اسلحه با چکاندن ماشه ها در خیابان ها به قدرت خودشون ادامه بدن، اونها را از قدرت کوتاه کنیم. اما کسانی که قرار بود این پیشنهادات بشنون و اصلاح بشن، از جمله آقای جنتی، این نظارات وقیحانه خوندن. امکان اصلاحات کجاست؟ البته وقتی که این نعشه قدرت، من اسمش رو میگذارم، باز هم برمیگردم به سالهای بین 1342 و 1357 وقتی ظرفیت‌های درون سیستم رو در دوران قبل از انقلاب ما ارزیابی می‌کنیم، الان که سالهایی از تاریخ گذشته می‌بینیم که سخن آقای بازرگان در اون دادگاه‌ها که کاری نکنید که قانون مضحکه شناخته بشه در این مملکت و دیگران که میآیند با زبان دیگر با شما حرف بزنند، سخنی بود که شنیده نشد در اون سوی دستگاه. اونها نعشه قدرت بودند و فکر می‌کردند وقتی بر اسلحه تکیه می‌کنند دیگر هیچ کسی جلودار اونها نخواهد بود. ما دیدیم که اینجور نیست و به این علت که سطح آگاهی سیاسی، سطح ارتباطات سیاسی در جامعه ما در دوران بعد از انقلاب با سطح آگاهی‌های سیاسی در این دوران قابل مقایسه نیست. امید من به این که ما بتوانیم از راه‌های اصلاح طلبانه و صلح‌جویانه مشکلات جامعه را حل بکنیم به مراتب در این دوران بیشتر از اون دوران. امیدوارم تکرار نشه. آقای دایی، تفسیر شما رو میشنویم. امکان اصلاح در نظام وجود داره و باید این راه رو رفت و نظارات شما نومید کننده است، آنچه که از حرف آقای نگهدار استنباط میشه. ببینید در دستگاه به اصطلاح صحبت‌های آقای نگهدار و خیلی های دیگه این هست که طبیعتاً اصلاح طلبی بهتر از روش‌های دیگه است. خب این خیلی طبیعیه. شما به یکی بگید از میدون شوش دوست داری تا پل ترجیش رو با اتومبیل بری یا پیاده و بدون کفش، میگه خب با اتومبیل. ولی سوالی که هیچ وقت آقای نگهدار جواب نمیده اینه که آیا میتونیم ما در داخل یک حکومت بالاخره به یک جایی برسیم بگیم این حکومت اصلاح شدنی نیست؟ آیا یه همچین نقطه‌ای برای حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و اگه وجود داره کجاست؟ ببینید نگاه به 30 سال گذشته بکنیم و آقای نگهدار میفهمن که این حکومت فقط با زور نبوده، با چیزای دیگه هم بوده. طبیعیه یکی از چیزاش عوام فریبی و فریب مردم بوده، یکی از ابزارش اتفاقا همین نمایشات مسخره و دادن امیدهای واهی به مردم بوده. ولی واقعش اینه که ببینید حرفای آقای خاتمی که داره میزنه هنوز در دوران گذشته اینها به سر میبرن. من یک یادآوری بکنم با آقای نگهدار، میدونم که حتما این داستان رو ایشون میدونن. خمینی اومد اول انقلاب دیدش که این آخوندا در بسیار تشکیلات ندارن، حزب و گروه ندارن، همه رو جمع کرد با گرایشات مختلف کرد حزب جمهوری، همه بودن توش، از آقای موسوی بگیرید بهشتی بود و آیت و همه. اینها دور انتخابات اول مجلس رو 7-8 تا از نهضت آزادی و بقیه رو از فیلتر اینا رد شده بود، ولی از دور دوم به بعد همه رو رد کردن. در این 30 ساله همینایی که تو حزب جمهوری اسلامی بودن به اضافه یه مش شکنجهگر و پاسداری که بعداً اضافه شدن، اینا تو انتخابات هی چرخیدن، این رفته این اومده. یکیشون بوده میانه رو، بعد شده اصلاح طلب، بعد شده اصولگرا، اصولگرای منتقد، اصولگرای مدرن، اصولگرای نمیدونم چی، همه اینها بوده. آقای مهندس بازرگان در سال مهر ماه 1367 به خمینی یک نامه نوشته که آقای خمینی، ما یعنی نهضت آزادی، شما دلت میخواد ما باشیم تو انتخابات هم بیایم، تنور این انتخابات هم داغ بکنیم که اولا مردم رو فریب بدی، بگی از درون این حکومت میشه چیزی در بیاد، خارج رو هم فریب بدی، بگی که تو ایران یه نوع آزادی هست. آقای بازرگان فرمودن ما به این کار ادامه نمیدیم، ما وسیله بازی حکومت نمیشیم، چون اگه بشیم اسمش خود آقای بازرگان گذاشتین، اختراع من نیست، حیات خفیف خائنانه. ولی متاسفانه نهضت آزادی گوش نکرد و چوبشون امروز دارن میخورن. ولی 30 سال گذشته 30 سال حیات خفیف خائنانه بوده. آقای نگهدار، بین اصلاح طلبی واقعی با آنچه در جمهوری اسلامی رنگ کردن به نام اصلاح طلبی فروختن، تفاوت از زمین تا آسمان است. شما نمیتونید از طبقه 7 جهنم به طبقه 6 رفتن رو بهبود وضع مردم یا اصلاح طلبی بدونید. اصلاح طلبی معنای خودشو داره.
ولی این سوال هنوز برای من هست، تا کجا ما باید بریم که به این نتیجه برسیم از درون این حکومت اصلاح طلبی دیگه بیرون نمیاد، به خصوص با اتفاقاتی که 2 سال پیش افتاد. اصلاح طلبی گفتیم معنای خودشو داره، به طور مختصر اگه بفرمایید ممنون میشم. چی هست معنیش؟ اصلاح طلبی ببینید با 2 نگاه میکنیم. اصلاح طلبی برای اصلاح امور مردم، اصلاح جامعه در راستای نیازهای مردمه. وقتی که آقای خاتمی و دوستانش، من اینجا فاکت‌ها رو آوردم، نگاه کردم به انتخابات قبلی که چطور هر بار میگفتن اگه آزادی نباشه ما شرکت نمی‌کنیم، همیشه هم شرکت کردن. خود این آقای خاتمی 2 تا انتخابات برگزار کرده، انتخابی که احمدی نژاد شد رئیس جمهور و انتخابات مجلس هفتم، توش تقلب هم شد، هیچی هم نگفتن. یعنی نه تنها شرکت کردن در انتخابات غیر آزاد، تقلب هم کردن. اصلاح طلبی در یک کلام اینه که نیازهای مردم رو شما برآورده بکنید، نه اینکه برای حفظ نظام. تمام حرف آقای خاتمی و دوستانش اینه چه بکنیم نظام سقوط نکنه. هدف شما وقتی حفظ نظامه دیگه اصلاح طلبی نیستش که باید در جهت خواستهای مردم برید. حالا همین نگاه رو اگه بیاریم به حوادث 2 سال گذشته بیشتر متوجه خواهیم شد تفاوت اصلاح طلبی، نگاه به مردم با نگاه برای حفظ حکومت. صحبت مردم شد. پیش از اینکه به لندن بریم بخشی از شعارهایی رو که در پیامدهای انتخابات 1388 گروهی از مردم سر دادن میشنویم، به لندن میریم. پس از اون قاتله ولایتش قاتله، خامنه ای قاتله ولایتش قاتله، خامنه ای قاتله ولایتش قاتله.